دوستان سلام، اراده است. احوالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهدی هاشمی ام، 30 و چند سالمه. یه 4-5-6 تای حرفه مختلف انجام میدم. یکی از کارهایی که انجام میدم و خیلی دوستش دارم خیاطی صنعتی یا ضخیم دوزیه. تولید اکسسوری طبیعت‌گردی، کوهنوردی و غیره رو انجام میدم. چند سالیه که توی یوتیوب فعالم، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یعنی فعال نیستم و چند وقته که به اصرار یکی از دوستان که یوتیوبر عزیزمون دارم کم کمک ویدیوهای کوتاه میذارم و امروز یهو تصمیم گرفتم، همین که داشتم لایو اینستاگرام میگرفتم، گفتم براتون یه ویدیویی ضبط کنم و برای اولین بار یه ویدیو طولانی توی یوتیوب منتشر بکنم و همین دیگه. حالا حتما توی ویدیوهای بعدی بیشتر با هم آشنا میشیم، بیشتر با هم صحبت میکنیم. یه عالم حرف دارم براتون در مورد یوتیوب، در مورد ولاگ گرفتن و امیدوارم که همراه من باشین و لذت ببرین. روزتون قشنگ. سلام مجدد. این روکش ماشین قشنگمون رو برمی‌داریم تا ماشین قشنگمون رو ببینین و آماده‌شیم برای یه کار جذاب. کاری که امروز میخوام انجام بدم و یه توضیح در موردش بهتون بدم. امروز قراره که این ایرپاد من خیلی جذاب و جالب، جریانی که داره اینه که بعضی وقت اینجوری خودش اینجوری وام میشه، خب بعد وام میشه ایناش گم میشه. میخوام براش یه دونه بگ درست کنم که این بره داخل بگ، اون بگ توی کیف من باشه، توی حالا همراه من هر جا که لازمه همراه من باشه و دیگه باعث میشه که این دره باز نشه و نیفته و همین. امروز قراره همچین چیزی بسازیم، بریم که ببینیم چه خبر. یه نمای کوچولو از کارگاه من ببینین. حالا بعداً همه رو با دیتیلز بهتون نشون میدم، خیلی هم یه جاهایش نامرتبه و اینم ماشین کارگاه من، جان من است. تو خیلی دوستش دارم. کارگاه کوچولویی که یه دنیا برای من اتفاقات مهم توش رقم میخوره، یه دنیا توش حالم خوبه و اینطوریه که روز میام و یهو به خودم میام میبینم شب شده و مشغولم. خیلی کارهای مختلف تو این کارگاه کوچولو انجام میدم. بعدها تو ویدیوهای بعدی میریم همه جا رو با همینجوری همه جا رو خیلی خوب بود میریم و فضولی میکنیم با هم. بگم فضولی که البته جرس کنم. خب الان وقتی که بیدار شدم قهوه نخوردم و البته که یکم امروز دیر بیدار شدم چون تقریبا امروز خوابیدم و اینطوریه که میخوایم با هم دیگه قهوه بزنیم. حالا نمیدونم با نمک قشنگمون بزنیم یا یه ترکی دم کنیم بخوریم حالش رو ببریم یا مکافاتی. برفم که نشسته اینجا و فکر کنم یه مکافات امروز ما هم بزنیم. چطوره مکافات؟ من میگم مکافات و البته نباید از کلمات منفی استفاده کرد، ولی حالا من همیشه تو نور کم زندگی میکنم، عاشق نور کمم و همین. بریم یه قهوه‌ای بزنیم. آقا همینطوری که من میخوام قهوه بزنم یه نکته های خیلی جالبی رو در مورد مکافات میخوام بهتون بگم که شاید خیلی هاتون نمیدونین و خیلی نکته ها مهمه. یه پرانتز این وسط وا کنم، حالا حتما تو ویدیوهای بعدی مفصلا اگه لازم بود در موردش گپ میزنیم. توی کامنت برام بگین که چه سوالایی دارین، چی میخواین بدونین و از این مسائل. گفتم بهتون خیلی حرفه‌های مختلفی رو من از بچگیم تقریبا انجام میدم. یکی از کارهایی که انجام دادم هولوش 6-7 سال توی برندهای مختلف باریستایی و بارتندری کردم و این کارو دوست داشتم تا زمانی که دیگه دیدم فقط دارم آسیب میبینم از این کار. اما این توضیحات دارم که بگم نکته‌ای که میخوام بهتون بگم خیلی نکته‌های مهم و کلیدیه در مورد مکافات. ببینین این مکافات اصلا مکافات نیست، فقط چند تا نکته داره که حتما باید رعایتش کنید.
همه فکر میکنن باید آب سرد توی بریزن. اشتباهه. اولین و مهمترین نکته اینه که آب جوش باید داخل این دستگاه ریخت. حالا من همجوری که بهتون توضیح میدم یه دونه شیرجوش کوچولو دارم، دارید منو تو تصویر، یه شیرجوش کوچولو اینطوری دارم که همیشه اینو آب میریزم میذارم جوش بیاد، بعد میام با شما حرف میزنم. خب اولین نکته اینه، خیلی مختصر، که حتما باید آب جوش بریزین. دومین نکته اینه که از داخل که آب میریزین حتما تا زیر سوپاپ آب بریزین. حالا این آب جوشه چی بود نکتهش؟ وقتی شما آب سرد میریزی، تا زمانی که آب سرد تبدیل به آب جوش بشه و وارد پروسه تقطیر بشه، قهوه شما میسوزه و اون عطر و طعم جالب و هیجان انگیزش رو دیگه نداره. خب بعد اینکه نکته بعدی که وجود داره اینه که آره قهوه‌تون میسوزه و زمان زیادی ازتون میگیره، ولی وقتی که آب جوش داخلش میریزی به محض اینکه میذاری رو شعله کم میره تو پروسه تقطیر و اون دماوری اصیل و اون نوسارگیری درست حتی با این دستگاه مکاپات اتفاق میفته. مسئله بعدی اینه که اشتباه نکنین، این مکاپات نباید قهوه رو توش بکوبین. شما هر سایزی که دارین حتما باید آب تا زیر سوپاپ باشه و هر سایز مکاپات، این که چه سایزی مکاپات تهیه میکنین برای خودتون خیلی مهمه. اگر 4 نفرین و همیشه دارین 4 تایی با هم، 3 نفرین و دارین 3 تایی با هم قهوه میخورین، باید برید مکاپات 3 نفره بخرین و اینطوری تنها هم سعی کنید، یعنی برین یه دونه کوچولو مثل این داشته باشین. برای منی که مثلا تنها همیشه تنهایی قهوه میخورم، خب اینطوری. خب و حتی اگه من یه دوستی بیاد پیشم بخوام برش قهوه بزنم 2 بار قهوه میزنم، میدونی. حالا چرا همه این توضیحات رو دادم؟ که بگم حتما باید لب به لب این مخزن قهوه پر بشه. اونایی که میان مثلا یک کم میریزن 4 تایی میخرن کفش یه نفرن میریزن، خب مصارگیریشون غلطه و اصلا قهوهشون خوب نمیشه، اصلا آبکیه آب زیپا به قول قدیمی میشه، اصلا یه جوره پس همیشه باید پر کن، هیچ وقت نباید بکوبیدش. فقط با یه دونه، حالا مثلا اینا همه جا هست بهتون خیلی ارزون هم، اصلا چیز خاصی نیست، یه دونه اینا همه این برش میین قهوهتون رو برمیدارین این بر صاف، فقط باید صافش کنی، تمپ نداره، کوبیدن نداره، فقط صافش میکنی، لب به لب پر، هر سایزی که هست لب به لب پر. نکته بعدی که وجود داره گفتم آب جوش بریزین. وقتی که آب جوش میریزین برای بستن، وقتی که همه کارا رو کردین برای بستن، این خیلی داغ میشه، پس حتما از یه دونه پارچه دم کنین چیزی استفاده کنین که اینو از زیر بگیرین و بعد که دستتون نسوزه. اینم نکته ایمنی قضیه بود. دیگه هیچ کار خاصی نره. یکی از ساده ترین و جذاب ترین ها به نظر من همین مکاپات. یعنی الان بهتون نشون دادم من دستگاه دارم تو خونه، نمیدونم V60 دارم، نمیدونم جزوه دارم، میتونم تورک دم کنم و 4-5 تا، ولی مکاپاتو واقعا دوست دارم و معمولا هم قهوه قالب عربیکا میگیرم چون خیلی عطر و طعم برام اهمیت داره. همین، دوستتون دارم. ارادت تا ویدیوهای بعدی.